سلمان، پسرم داری چی کار میکنی؟ پسرم بگو چه خبر شدی؟ تو که داری منو نصف عمر میکنی. لطفاً بشینین. میخوام یه چیزی بهتون بگم که حتما خوشتون بیاد. ببینم تو از کی تا فکر خوشحالی مادرتی؟ امروز اتفاقاً قراره همین کارو بکنم. خب پسرم درباره چی حرف میزنی؟ تعریف کن ببینم مشتاقیم. پدر، فردا یک شنبه است، درسته؟ و فردا ما میریم خونه سوهانی اینا. سوهانی؟ این سوهانی دیگه کیه؟ سوهانی کسیه که صدای قشنگی داره مامان. و من این اسم روش گذاشتم. اوه سوهانی. سلمان، فکر میکنم رو ابرا سیر میکنی مادر. خودتو نگاه کن ببین چه جوری باعث شدی من تو رویا زندگی کنم. تو هیچی نگو، دارم با پسرم حرف میزنم. یه چیزی یادت باشه، اگه از دختری که میگی خوشم نیاد، پس بدون عروسی به هم میخوره. باشه، من که قبول میکنم. پس برای منم قبوله. بریم انتخاب تو ببینیم سوهانی خانوم. خب اگر شما موافقین منم موافقم دیگه. خب پس قضیه تمومه. دندره دندره دن. به سلامتی. دیدی پسرمون چقدر به خاطر این دختر خوشحال بود. آره اما تو چرا اینقدر از من عصبانی شدی؟ خب تو هم کی ازت عصبانی شدم؟ نگاه کن دیگه الان عصبانی شدی. این از سر علاقه است. این امکان نداره مادر من. تو رو خدا بیخیال بشین دیگه. آروم باش پسر، اگه پدرت اینا رو بشنوه دیوونه میشه. باشه، پس لطفاً پدر رو به روش خودت راضی کن. اگه این زندگی ماست پس باید خودمون واسش تصمیم بگیریم. حتی اگه منم بهش بگم نظرش عوض نمیشه. تو خودت اینو خیلی بهتر از من میدونی. خیلی خوب، پس به مهمونایی که دعوت کردین بگو نیان، چون من نمیام اون وقت آبروریزی بزرگی به پا میشه. تو رو خدا این کارو نکن. اگه یه وقت به پدرت جلوی مهموناش بی احترامی کنی یه جهنمی به پا میشه که همه چی رو نابود میکنه. خب اگه فردا بیان و با خواستگاری موافق باشم بعدش شدن قبول نکنن، اون وقت به پدر توهین بزرگی میشه و من اصلا نمیخوام همچین اتفاقی بیفته به هیچ وجه. چو فردا شود فکر فردا کنی. باید ببینیم بعدن چی پیش میاد. فعلا شما هر کاری که پدرت گفته رو باید انجام بدی. بله محمود خان. مقدمات آماده شده؟ نباید چیزی کم باشه. بله شما نگران نباشین. به عروست گفتی از اتاق بیرون نیاد؟ بله بهش گفتم. فهم کجاست؟ توی اتاقشه. خانم ببخشید مهموناتون رسیدن. به فهم بگو سری بیاد. برو بهشون خوش آمد بگو. بله حتما. سلام علیکم. علیک السلام. سلام علیکم. علیک السلام. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنونم. چه خبر؟ خدا رو شکر الحمدلله. شما خوبین؟ این پسر کوچیکم فهمه. سلام علیکم. علیک السلام. سلام علیکم. سلمان جان مگه شما نگفتی که ما داریم سرزده میاییم اینجا؟ اما انگار اینو از قبل میدونستن که. پدر، انگار سوهانی بیشتر از من عجله داره. ایشون پسرم سلمانه. تمام کارهای من به عهده همین پسره. ماشاءالله ماشاءالله. خب ببخشید دختر خانم تشریف نمیارن؟ دخترم؟ با دخترم چی کار دارین؟ منظورتون چیه خانم؟ اومدیم دخترتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. کی گفته اینجا دختر داریم؟ ببخشید خلاف شهر که نکردیم. بلند شید سریعتر. منظورتون رو متوجه نشدیم. کی شما را فرستاده؟ گفتم کی شما را فرستاده؟
کسی ما رو نفرستاده، ما خودمون اومدیم. چطور اومدین؟ زود باش بگو، کی گفته ما اینجا دختر داریم؟ لطفاً با پدرم آرومتر صحبت کنی. از اینجا برید، برید! پدر جان، تو خفه بمیر فهم. پدر جان، اینا برای امر خیر اومدن اینجا. شما چرا چوب لا چرخشون میذاری؟ بهت گفتم دهنتو ببند. و شما چرا هنوز اینجا هستید؟ باید مثل سگ بندازمتون بیرون؟ بریم سلمان، تا بیشتر از این بهمون توهین نشده بریم. چشماتو درویش کن. بسه بریم پسرم. بریم پسرم.